وبيطلع معايا اوتوماتيك. امروز ما در کاردیو ایجیپت در 53مین کنگرس اینترنشنال کاردیولوژی که از طرف ایجیپشن سوسایتی آف کاردیولوژی برگزار شده هستیم. در یکی از ورکشاپ‌هاش که شبیه سازی یا سیمولیشن کرونری انجیوگرافی است که در اینجا فیلم و براتون نشان میدم که چگونه میتونیم ما اکسس پیدا بکنیم و ویوهای مختلف کرونری انجیوگرافی و همچنان چیز جالبی است که در اینجا کانترست به شکل شبیه سازی یا سیمولیشن است که کانترست بعدا براتون نشان میدم و همچنان پیریجر تعیین میکنه و ویوهای مختلف هم ما میتونیم از طریق شبیه سازی که در اینجا اضافه شده استفاده بکنیم تا اینکه یک مرکزایی که در ترینینگ میباشن براشون کمک بکنه تا اینکه مریض کی سر کار می داشته باشن. امیدوار هستم که روزی در افغانستان همچنان این سیستم پیاده شود و دکترای عزیز ما علاقه‌مند کرونری انجیوگرافی یا انجیوپلاستی و یا دیگر بخش‌های اینترونشن کاردیولوژی هستند بتونن ترینینگ خوبتر ببینن تا اینکه تداویش نتیجه خوبتر داشته باشن. خب فعلا ما وایر داخلی ساختیم در فرد از دیاگنوستیک. تمام. کاتیتر سازی. ايوه كمان عرفنا الاستاذ هو الانترفنشن بتاعك كله في 5 سنين ما عدا هنا في ازيس في حالات الكومبلكس. كده كنا طالعين نبص على الحالات الكومبلكس دي وبعدين ننزل تاني نشوف. الزيز اللي علي كان هيقدم فيها عشان بس ما يزيدش فخلى يقدر يقدم لك هي في الزيز دي دلوقتي هيقدم في الساعة 1 انا اساسا ما وصلت. شما ببینید کاتیتر ما داخل ساختم در تصویر اومد. الشكل الساعة 3 نزلت طبعا نزلت مش حصل